شروع روز تولد بسیار قوی بود، بخاطر اینکه 5 صبح بیدار شده بودم و داشتم میرفتم سمت دانشگاه و با این آهنگ نمیدونم چرا فاز گرفتم. آفتاب هنوز در نیومده و به زور خودم به مترو ساعت 6:30 رسوندم و اینجا من تو تاکسی دارید که داشتم له می شدم ولی دویدم بهش رسیدم. راه رو ساختمونمون و بعدش هم اولین کلاس طاقت فرسای دوشنبه ها رو داشتیم. بعدش رفتیم یه استراحت کوتاهی کردیم، یه چایی زدیم بر بدن که فیلمش نیست. اینجا من عینک مهدیس رو زدم و عینکش رو شکونده دوباره و داشتم ازش لذت می‌بردم. مثلا یه استتار خاصی داشت رو چشم. من راه دادن تو خوابگاه. اینجا خوشحال بودم از اینکه من تو خوابگاه راه دادن و کسی که نرفته. یه ناهاری زدیم و مترو که واقعا شلوغ بود و من برگشتم خونه. مرسی که ویدیو رو دیدین. تا بلاگ بعدی خدا